سلام و درود دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. بنده جناب آقای مستر محسن هستم. اومدیم با هوش مصنوعی در سال 2025 آینده یکی از تکنولوژی تحول آفرین رو ما داشته باشیم. قبل از شروع دوستان میتونید بنده رو دنبال کنید، لایک کنید، نظر دارین بفرمایید، میتونید به دیگران معرفی کنید و بدون هیچ منطقی میریم سراغ خود ویدیو. بدونید که دوستان هوش مصنوعی تو سال 2025 قراره خیلی بزرگ و خطرناک و عجیب بشه که حتما با ما در ادامه ویدیو همراه باشید. مقدمه‌ای در مورد هوش مصنوعی که میخوام بهتون بگم اینه که هوش مصنوعی یا همون AI در سالهای اخیر به یکی از فناوری‌های پیشرفته تبدیل شده که در حال تغییر دادن بسیاری از جنبه‌های زندگی انسانی هستش. در سال 2025 انتظار میریم که هوش مصنوعی بیشتر از همیشه در صنایع مختلف نفوذ کنه و دنیای جدیدی از فرصت‌ها رو باز کنه. این تغییرات نه تنها در دنیای کسب و کار بلکه در زمینه‌های اجتماعی، آموزشی و بهداشتی نیز تأثیرگذار خواهد بود. پیشرفت‌های کلیدی هوش مصنوعی تا سال 2025 که خیلی مهمن بین این سه موارد هستش. یادگیری ماشین پیشرفته. ماشین‌ها به توانایی تحلیل داده‌ها به روش‌های پیچیده‌تر و کارآمدتر خواهند رسید. دومی، تعامل انسان و ماشین. تعامل طبیعی‌تر و هوشمندانه‌تری بین انسان‌ها و دستگاه‌ها ایجاد می‌شود، مانند چت بات‌های هوشمند با قابلیت درک عواطف. سوم، اتوماسیون فرآیندهای پیچیده. هوش مصنوعی وظایف روزمره و پیچیده را به طور خودکار انجام خواهد داد و بهره وری را در تمام زمینه‌ها افزایش می‌دهد. بدونید که هوش مصنوعی در زندگی روزمره قراره در سال 2025 واقعا تاثیرگذار باشه، پس حتما به این موارد خوب دقت کنید. دستیارهای صوتی هوشمند. دستیار مانند سیری، آمازون، الکسا که قادر به درک دقیق‌تر نیازهای کاربران و انجام درخواست‌ها در زمان واقعی خواهند بود. منظورمون اینه که هوش مصنوعی قراره به صورت تلفنی یا به صورت دستیار صوتی هوشمند قراره همیشه در کنار ما باشه و پیشرفته‌تر از قبل عمل بکنه. خودروهای خودران. هوش مصنوعی در سال 2025 میتونه به طور گسترده یا در خودروهای خودران پیاده سازی بشه و از اشتباهات انسان جلوگیری کنه. سوم، خانگی هوشمند. سیستم های خانه‌ای هوشمند که به طور خودکار بر اساس نیازها و رفتارهای افراد تنظیم می شود. پس بدونید که هوش مصنوعی تو زندگی انسان‌ها قراره خیلی تاثیرگذار خواهد بود. هوش مصنوعی در آموزش شخصی سازی شده باعث میشه که هوش مصنوعی تو آموزش خیلی تاثیرگذار بشه. برای مثال سیستم های هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا محتوای آموزشی را بر اساس توانایی های فرد هر دانش آموز طراحی کند. دومی، دستیارهای آموزشی هوشمند. دستیارهایی که به دانش آموزان در یادگیری بهتر و سریعتر کمک می کند و پاسخگوی سوالات آنها هستند. به این گونه دوستان عزیزان، اینجوری که دیگه لازم نیست که مثلا پدر و مادر یا هر فرد بزرگواری که هست بیاد مثلا به یک بچه تربیت کنه، بلکه هوش مصنوعی میاد انسان رو تربیت میکنه. پس به این نکته خوب توجه کنید. و بعدی، واقعیت افزوده یا همون AR و واقعیت مجازی VR. قبل از اینکه حالا من سر تیترشو من بخونم، بدونید دوستان که من یه ویدیو از معرفی واقعیت افزوده AR و واقعیت مجازی VR رو من گذاشتم، حتما برید بدونید و چه شکلی و چی هستش. حتما سعی کنید که اطلاعات خودتون رو بروز و مفید نگه دارید. این تکنولوژی‌ها با همکاری هوش مصنوعی تجربه‌های آموزشی جذاب و تعاملی تر خواهند ساخت. چالش‌های پیش رو در هوش مصنوعی در سال 2025 که واقعا مهمه و جدی هم تاثیرگذار هستش، مربوط به مسائل اخلاقی و حقوقی. استفاده از هوش مصنوعی باید با دقت انجام شود تا از بروز مشکلات اخلاقی جلوگیری شود.
مسئله های مربوط به حریم خصوصی و استفاده از داده ها باید به دقت کنترل شود. دومی، تأثیر بر بازار کار. احتمالاً بسیاری از شغل‌ها توسط ماشین‌ها جایگزین خواهند شد و باید راهکارهایی برای آموزش مجدد و اشتغال زود پیدا شود. سومی، امنیت و تهدیدات سایبری. هوش مصنوعی ممکن است به ابزاری برای حملات سایبری تبدیل بشه، بنابراین امنیت به طور جدی مورد توجه قرار میگیره. و در نهایت آینده هوش مصنوعی در سال 2025 هوش مصنوعی نه تنها در دنیای فناوری بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز تأثیر گسترده‌ای خواهد داشت. تغییرات قابل توجه در زمینه‌های پزشکی، آموزش، حمل و نقل و حتی زندگی روزمره ما رخ داده. در آینده نه چندان دور هوش مصنوعی ممکن است در بسیاری از موقعیت‌ها جایگزین انسان‌ها شود، اما همچنان نیاز به نظارت و مدیریت انسانی خواهد بود. مرسی برای تماشای این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. من تا در حد امکان تونستم که بهتون میشه گفت مسائل هوش مصنوعی که تو سال 2025 قرار رخ بده رو من بدم. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین عزیزان. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. خداحافظ.